سلام و خوش اومدی به این ویدیو از تو این ویدیو من نیومدم بهت بگم که این 5 تا کار انجام بده کل زندگی تغییر میکنه تا آخر عمرت یه آدم جدید میشی، پول در میاری، فلان میکنی، بسار میکنی. نه من نیومدم همچین حرفی تو این ویدیو بزنم. خب من یه سری برنامه برای خودم دوست دارم اینا داشته باشم و اومدم اونا رو با شما هم به اشتراک بذارم. به نظر من یوتیوب پلتفرمیه که باید همچین کاری داخلش کرد. یعنی تو میتونی نظرات خودتو، کارهایی که دوست داری انجام بدی به اشتراک بذاری. این کار خیلی قشنگیه و خیلی انجامش میدن. توی 13 روز عید خب تو ممکنه نتونی همه این کارا رو مثلا به حد پرفکت برسونی و منم نمیخوام همچین کاری کنی. من میخوام که توی 13 روز عید یه سری از این کارا رو انجام بدی که بعد عید بهت کمک کنه و اینکه یه سری از این کارا رو که انجام میدی عادت میشه برات که بعد عید هم انجامش بدی. به همین راحتی. چون تو نمیتونی یک روزه به یک چیزی عادت کنی. یک بار یک کاری انجام میدی شاید مجبور باشید 2 روز این کار انجام بدی، 3 روز این کار انجام بدی تا دیگه رو روال بیفتی و بعد از اینکه رو روال میفتی دیگه راحته انجامش بدی. هر روز انجامش بدی. صبح بیدار میشم هر روز مسواک میزنم مثلا و 1-2 روز این کار انجام میدی، میبینی که خب چقدر سخته. یه هفته میگذره این کارو یه هفته انجام دادی، میبینی هفته بعد مثلا راحته. خب من یک هفته هم روز تعطیل، هم روز مثلا غیر تعطیل، هم روز کاری، روزایی که مدرسه داشتم، صبح باز مسواک زدم ولی مثلا چیز شد روز تعطیل که دیگه این آب خوردن. خب برای همین دیگه عادت میکنی. و اولین چیزی که من توی این ویدیو میخوام بهش اشاره کنم باشگاه. من تابستون سال 1402 یا یک اینطوری بودم که من باید ورزش کنم. یه مدت ورزش کردم، حوصله‌ام سر رفت. بعد گفتم خب بس ورزش نمیکنم. دوباره یه مدت گفتم نه باید ورزش کنم، ورزش کردم، حوصله‌ام سر رفت. دوباره تلاش کردم و این دفعه گفتم مهم نیست انجامش میدم. رفتم تو یوتیوب 4 تا چیز سرچ کردم و مثلا به یه سری نتایج رسیدم و انجام دادم. و چه اتفاقی به نظرت افتاد؟ خوشم اومد از این کار. عادت کردم بهش و از این بعد هر روز هفته ورزش میام. انقدری که مثلا یه اینطوری بودم من کل تنم درد میکنه لطفا به من امان بدی. خیلی کرینج بود حرکتم ولی عادت شد برام و به راحتی انجام شدم. و 13 روز عید به نظر من فرصت مناسبیه برای اینکه حداقل 3 روز در 2 هفته که عید تعطیله یا 4 روز در 2 هفته که عید تعطیله این کار انجام بدی. شاید برات عادت شد و وقتی که عادت بشه برات دیگه راحت، دیگه حتی اصلا بهش اعتیاد پیدا می‌کنی. کلمه اعتیاد از کلمه عادت میاد. ریشه کلمه اعتیاد عادته و کسایی که در واقع به یک چیزی اعتیاد پیدا میکنن و ازش خیلی خوششون میاد چون عادت کردن به اون چیز. شاید اصلا یه ویدیو کامل راجع به این که اعتیاد و عادت چقدر چیز خوبیه برای آدم، برعکس چیزی که بهمون میگن به هیچ چیزی عادت نکن، به هیچ چیزی اعتیاد پیدا نکن، وابستگی پیدا نکن. نه، خیلی هم خوبه. تو اگه مثلا به یه چیزی مثل ورزش اعتیاد پیدا کنی ممکنه کل زندگی تغییر کنه. حالا میگم اگه یه وقتی خواستم شاید راجع به اون یه ویدیو جدا درست کردم. دومین چیزی که میخوام بگم شاید یه کاری باشه که خیلی راحت نیست ولی به دردت میخوره تو زندگی. یاد گرفتن حرفه. و اگه نمیدونی من الان تو یوتیوب دارم ویدیو میذارم و تو هم داری تو یوتیوب اینو میبینی. خب و این یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم هم ادیت یاد میگیرم، همونطوری که ویدیو رو ادیت کردم گذاشتم دیگه، هم این حالتی که باید به خودم فشار بیارم که اوکی امروز بلند شو ادیت کن، امروز بلند شو رکورد کن. کار خیلی راحتی نیست. خب شاید از معدن چی بودن راحت بشه ولی اینکه مثلا وقتی کاری که واجب نیست دارم، خب مثلا من کسی مجبورم نکرد هر روز صبح بلند شدم میذارم ادیت کن فلان کن، ولی این کارو میکنم، ویدیو میذارم داخل یوتیوب و قبلا هم چنل داشتم و هنوزم دارم. ساب کن. مرسی عشقانی. مرسی عشقانی فدا. و این باعث میشه من حرفه‌های خیلی مختلف یاد بگیرم. فتوشاپ، پریمیر، ادیت ویدیو، یعنی تدوین ویدیو، ادیت ویدیو، والا مثلا هر چی بهش میگی. ولی اگه تو 13 روز عید خیلی فشرده، یعنی مثلا کل روزت وقت بذاری، کل روز که نه، مثلا یکی 2 ساعت 3 ساعت در روز وقت بذاری برای انجام یه کاری، مطمئن باش به یه لول خوبی داخلش میرسی. حالا نه در حد درآمدزایی، نه در حد کارهای اینطوری، ولی به یه لول خوبی میرسی. دروغ چرا؟ با کارهای خیلی مختلفی میتونی اینو شروع کنی. مثلا خیلی دوست دارن برنامه‌نویسی یاد بگیرن، خیلی دوست دارن یوتیوب شروع کنن، خیلی دوست دارن فاکین چه میدونم طرف دوست داره آشپزی یاد بگیره. خب 13 روز عید برو آشپزی کن هر روز. مثلا پدرت بگو، به مادرت بگو آقا نیاز است دیگه شما غذا درست کنید، عشق منید، من میخوام از این بعد غذا درست کنم، ظرفارم خودم میشورم.
ای بدمزه شد ببخشید. و شروع کن این کار رو انجام بدی، چون اگه هیچ وقت انجامش ندی نمیتونی پیشرفت کنی داخلش. سومین کاری که به نظر من باید انجام بدی خوندن کتاب. حالا شاید بگی چرا کتاب به چه درد من میخوره؟ اگه دومی رو بهش فکر کنی، یاد گرفتن حرفه بود. کتاب وسیله‌ایه که بهت به یادگیریت کمک میکنه. حالا نمیگم مثلا 13 روز 13 تا کتاب بخون، هر روز یه دونه کتاب 300 صفحه تموم کن، نه. تو اصلا تو یک سال یه کتاب بخون. خب حداقل اون کتاب رو خوندی و اگه یک سال واقعا طول میکشه برات کتاب بخونی، چه اتفاقی میفته؟ حتما انقدر میخونی اون کتابو که یادت باشه، انقدر یواش میخونی که همه کلمات تو ذهنت هست. خب و این چیز خیلی خوبیه. و بعد از این کتابو تمام کردی، مثلا شب داری میخوابی، ببین فکر کن فصلای اون کتاب راجع به چی بود، مثلا هر قطعه هر قسمت راجع به چی بود داخل اون کتاب، و اینو به خود یادآوری کن که اون چیزایی که از اون کتاب مهم بود برات یادت نره حداقل. و چرا نمیگم برو تو یوتیوب نگاه کن کتاب بخون؟ کتاب تو مثلا میای راجع به این ماژیک، خب مثال یا راجع به این ماژیک حتی یک چیزی یاد بگیری، خب میای مثلا دنبال یک نکته خاص هستی، مثلا من چطوری سر این ماژیکو در بیارم یه دونه دیگه مثلا داخلش بذار، یه دونه دیگه چطوری بعضی یوتیوبرها دیدم این کارو میکنن فوکس شه، چطوری سر این ماژیکو در بیارم یه دونه بابا یه دونه دیگه بذارم جاش. خب و تو میری کتاب میخونی راجع به ماژیکا، و در کنار اینکه اون چیزی که میخوای و بهش میرسی، خیلی چیزای دیگه هم یاد میگیری که به دردت میخوره. ولی تو یوتیوب میتونی بری سرچ کنی چطوری سر این ماژیکو عوض کنم، فقط یاد میگیری سرش عوض کنی، خب کارت انجام شد، به چیزی که میخواستی رسیدی، ولی چیز اضافه یاد نگرفتی. اینجا میتونی کلی اطلاعات کسب کنی و به چیزی که میخوایم برسی، و همه اینا به دردت میخوره. چهارمین کاری که میخوام بهت بگم، کاریه که اگه انجامش ندی هیچ وقت نمیتونی این کارا رو انجام بدی. تغییر ذهنیتت کاریه که بدون اون نمیتونی این کارهایی که گفتم انجام بدی، و بدون این کارهایی که گفتم نمیتونی اون انجام بدی. یعنی چی؟ تو اول باید به این فکر کنی که من میخوام این تابستون کتاب بخونم، این مثلا پاییز، این بهار، این زمستون کتاب بخونم، شروع کنم فلان کارو انجام بدم. خب اگه فکر نکنی بهش، اگه به خودت نگی ذهنیت گذشتت که هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیدی و تغییر ندی، هیچ وقت کتاب نمیخونی. و اگه کتاب بخونی یعنی که ذهنیت رو تغییر دادی. و کتاب خوندن و چقدر میگم و وای وای حال کردم خود داداش بکین رگ ببخشید فلکس و دیگه نباید، به هر حال فلکس و نباید. اوه اوه خودم پشمام ریخت ببخشید، خیلی کرینج بود این حرکتم. اعمال تغییرات بر روی ذهنیتت کاری که رو لایف استایلت و نحوه زندگی تاثیر میذاره، به همین راحتی. و نصف این کارهایی که انجام میدی دیسیپلین میگن این همه یوتیوبرها، دیسیپلین برات به وجود میاره. و اگه نمیدونی دیسیپلین چیه، تو میتونی با کتاب خوندن که کاریه که برات سخته و انجام دادنش، یک فشاری به خودت میاری که بدنت میگه اوکی کارایی که سخت‌ترم من انجام میدم، و میتونی این دیسیپلین رو بذاری تو یه کار دیگه. مثلا بگی خب من کتاب نمیخواستم بخونم ولی خوندم و بعدن خوشم اومد و الان دیگه برام راحت، حتی اگه خوشم نیادم عادت شده برام میخونم. حالا اگه من میخوام برم یه کاری شروع کنم و خیلی برام سخته، این درسی که از کتاب خوندن گرفتم، این که کاری بود که برام سخته ولی انجامش میدم، میتونم بذارم توی اون کاره، و اون کار اگه برام سخته بازم اون کار رو انجام بدم به همین راحتی. ببخشید حالا اگه من خیلی مسائل کش میدم، چون من یه ذره نحوه تکلمم راجع به مسائل خوب نیست که بتونم برم سری سراغ اصل مطلب، خیلی بیراهه میرم و دوست دارم با انجام داد دوست دارم با ویدیو گذاشتن داخل یوتیوب این مشکل حل کنم. یکی از داستانایی که یوتیوب برام داره مثلا اون کتاب خوندن است. تو میخوای به یک کاری برسی، میخوای مثلا ساب بگیری، لایک بگیری، میخوای ویدیوات ویو بخوره، میخوای مردم از ویدیوات لذت ببرن، کامنت بذارن برات، تو حال کنی اونا حال کنن، دو طرفه است. ولی خیلی چیزای کوچیک دیگه هم این وسطا رشد میکنه در کنار چنلت. و آخرین کار، ببین ما انسانیم، به تفریح نیاز داریم. تفریحه. خیلی خارجی بهش میگن هابی. خب هابی میگن مثلا به چی علاقه مندی داری، هابی همین چیزی تو همون مایه هاست. و تو دقیقاً چیکار میکنی؟ مثلا من به ماژیک علاقه، چقدر ماژیک دارم مثال میزنم چون تو دستمه، چیز دیگه الان نرم. مثلا چه میدونم به پر علاقه دارم. خب میری میگردی مثلا خب مدل‌های مختلف پر چیه،
اینو میبینی حال میکنه. خب مدل مختلف پر. فردا میبینی کجاها پر میفروشن، چه پرایی رو مثلا میتونی با قیمت کم بگیری و استفاده کنی، یا مثلا پر چه پرنده ای از همه با ارزش تره. خب بعدن علاقه پیدا میکنی به این پره و چیز جالبی میشه برات که شاید به هر کسی خوش نیاد. ببین مثلا ببینن نمیگن که وای چرا به پر علاقه داری، ولی خودشون به پر علاقه ندارن در حدی که این کارا رو بکنن. مثلا میگن ای ول چه باحال، ولی مثلا خودشون انجام نمیدن. این میشه هابی تو. خب حالا نیاز حتما بری چیزی رو جمع کنی یا همچین کاری کنی. میتونی چیکار کنی؟ میتونی بازی کنی، بازی ویدیوی خاص. خب منظور چیه؟ مثلا تو اگه همیشه شوتر بازی میکردی، اف پی اس بازی میکردی، میتونی الان بری یه ذره استراتژی بازی کنی، یه ذره ام ام او بازی کنی، موبا یا یه ذره موبا بازی کنی. مثلا البته من خودم خیلی الان جدیدن گیم نمیزنم، دوست دارم اما وقت نمیشه برام. این ویدیو خارج از مسائلی که گفتم مثل داستان اون کتاب خوندنه، تو میتونی خیلی مسائل دیگه هم ازش بگیری. مثلا اینکه تو فقط نیاز به تفریح نداری، همونطور که گزینه‌ها رو چیدم، تو نیاز به کار داری و فقط نیاز به کارم نداری، نیاز به تفریح هم داری. پس باید هم به تفریحاتت برسی، هم به عادت‌های جدید برسی، هم به کارات برسی، هم به سلامتت برسی، به تمیزیت برسی. آره باید به کل زندگیت برسی، نمیتونی فقط به یه قسمتش چیز کنی. آره اگه کل وقت رو بذاری برای یک قسمت، ممکنه تو اون قسمت رشد کنی و خیلی این کارو میکنن. یعنی مثلا من اگه بخوام یه چیزی یاد بگیرم، شاید مثلا یه مدت یه کار دیگر رو بذارم کنار، یه کمتر انجامش بدم، اونو یاد بگیرم، ولی بعد از اینکه اونو یاد گرفتم دوباره تلاش میکنم بالانس کنم. یعنی اینوری نشم که اوه چقدر سریع این تیله داره میره اینور، من اینو یاد بگیرم، یهو دیگه یاد گرفتم رسیدیم ور دیگه صاف میکنم. ممنون از اینکه ویدیو رو اگه تا اینجا دیدی، یعنی تا آخرش دیدی دیگه تقریبا. آره ممنون که دیدی. اگه یادت رفت میگم لایک کن، ساب کن. و من قرار بیشتر از اینجور ویدیوهایی که راجع به عادت و اینجور چیزا صحبت میکنیم حرف بزنم. شاید ولاگم بذارم. چنل من کلا معلوم نیست چی توشه، بخوام رندوم باشه. ممکنه فردا بیام چه میدونم خونه یکی آتیش بزنم بگم ولاگ آتیش زدن خونه، یا مثلا بگم رفتیم پارک دعوا شد. ولی آره ممنون از اینکه ویدیومو دیدی. احتمالاً ویدیوی بعدی میبینمت یا تو منو میبینی. فعلا خداحافظ.